نام الله که بخشاینده و با رحمت است. بگو به من وحی شده که گروهی از جنیان قرآن را شنیدند و اعتراف کردند ما قرآن شگفتی را شنیدیم که به راه رشد و تکامل هدایت می کند. ما به آن ایمان آوردیم و احدی را شریک پروردگارمان نمی دانیم و اینکه بلند مرتبه است مقام پروردگار ما، نه همسری دارد و نه فرزندی اختیار کرده است. سفیهان ما در مورد خدا سخنان ناروا می گفتند، حالان که می پنداشتیم آدمیان و جنیان هرگز در مورد خدا دروغ نمی گویند. در حالی که مردانی از جنس انسان به مردانی از جنس جن پناه می بردند و آنها سبب افزایش گمراهیشان می شدند. آنها همان گونه گمان می کردند که شما گمان می کردید، اینکه خداوند احدی را زنده بر نمی انگیزد، حالان که ما همه آسمان را جستجو کردیم و آنجا را پر از نگهبانان نیرومند و شهاب‌هایی چون تیر یافتیم. ما در جاهایی که شنیدن اسرار عالم بالا ممکن بود می نشستیم، اما اکنون هر که بخواهد گوش دهد شهابی چون تیر را در کمین خود می یابد و ما نفهمیدیم آیا برای اهل زمین شری اراده شده است یا اینکه پروردگارشان اراده کرده به راه رشد هدایتشان کند. در میان ما هم افراد صالح هست و هم افراد غیر صالح. ما گروه‌های مختلفی هستیم. ما یقین داریم که نمیتوانیم خداوند را در زمین عاجز کنیم و از دست او بگریزیم. ما هنگامی که سخنان هدایت آمیز را شنیدیم به آن ایمان آوردیم. پس هر کس به پروردگارش ایمان بیاورد نه از نقصان پاداشش میترسد و نه از ظلم. برخی از ما تسلیم خداییم و برخی ظالم. پس هر کس تسلیم خدا شود بدون شک خود را در راه رشد آزاد کرده است، اما ظالمان هیزم جهنم خواهند بود.